سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز که باشد بهر شما دعای را پیشکش میکنم. در بیان بعد طهارت کردن خوانده می شود. پیش از آغاز طهارت در جای یک تازه و پاکیزه بسم الله الرحمن الرحیم بگی. بعدا به طهارت کردن شروع کنید. پاکیزه و آزاده وقتی طهارت به انجام که رسوندید چیکار کنید؟ این دعاها را بخونید. اولا بگویید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این را بگی. بعدا این دعا را بگی اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. باز تکرار میکنم اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. ای بارو خدایا منو بگردون از بندگان توبه کننده. ای بارو خدایا منو بگردون از بندگان پاکیزه و تازه. این دعا را کنید. و بعضی روایتات هم میآید که سوره انا انزلنا را اگر 3 مرتبه گپ نازده بخونه این ثوابی به حد بزرگ داره. به این خاطر کوشش کنه که این دعا را هم چیکار کنه؟ از یاد کنه و بعد طهارت این دعا را بگه. الله موفق